امروز میخوام طریقه گرفتن راندوو از طریق سایت اداره مهاجرت رو بهتون آموزش بدم. برای این کار وارد سایت اداره مهاجرت میشیم، لینکش رو پایین براتون میذارم. گزینه‌های مختلفی داره اینجا که حالا بسته به نوعی که شما میخواین باید انتخاب کنید. کسایی که دفعه اول میخوان انجام بدن گزینه ایلک رو میزنن، کسایی که میخوان تمدید کنن گزینه اوزاتما رو میزنن، kesایی که میخوان نوع راندووشون رو تغییر بدن گزینه گچیش استفاده میکنن. یه قسمت هم پایین داره که başvurum sonucunu görmek istiyorum. اینم برای کسایی که حالا میخوان نتیجه این راندوو رو ببینن که چی شده. حالا امروز من کاری که میخوام انجام بدم برای یک شخصی میخوام اوزاتما یعنی راندووش رو میخواد تمدید بکنه و من میخوام براش راندوو بگیرم. از این طریق گزینه سبز رنگ دومی رو میزنم و اینجا هم گزینه اول اوزاتما başvuru yapmak istiyorum میزنم. اینجا یه چیزی هم بهتون بگم، گرفتن راندوو خیلی مهمه. شما توی 6 ماه اگر که 2 بار راندووتون رو ابطال بکنید برای 6 ماه نمیتونید راندوو بگیرید. پس باید گزینه‌هایی که حالا وارد میکنید مطمئن باشید درست باشه که مجبور نشید وسط راندوو گرفتن اون رو ابطال کنید. توی این صفحه میایم اولین گزینه هایر میزنیم. چیزی که پرسیده اینه که شما شهرتون رو میخواین عوض کنید یا نه، که ما شهرمون نمیخوایم عوض کنیم و 2 حرف اول اسم وارد میکنیم. یه نکته‌ای هم که باید دقت داشته باشین با کامپیوتر که انجام میدید حروف کپس لاک روشن باشه، حروف بزرگ بنویسید که اشتباه نشه و ترجیحاً هم روی حروف ترکی باشه بهتره. 2 حرف اول اسم، 2 حرف اول فامیلی، کشوری که شهروندش هستین، شماره کیملیک، از چه طریقی میخوایم SMS اداره مهاجرت براتون بیاد. اینجا من تلفن رو انتخاب میکنم و شماره تلفن رو میزنم. این قسمت هم خواندم و متوجه شدم، اینم تیکش رو میزنم. اینجا گزینه امنیتی رو هم پر میکنم و گزینه دوامت. خب کد که برامون اومد، کد رو میزنیم میریم صفحه بعد. اینجا اطلاعاتمون رو نگاه میکنیم که معمولا درست. حالا بعضی موقع ممکنه که مثلا اسم و فامیل یک حرفش اشتباه باشه، اگر بود درست میکنیم و اینجا عکس رو انتخاب میکنیم. عکسی که جدید گرفتیم بیومتریک، سایزش 5x6 هستش، انتخاب میکنیم، میزنیم عکس رو دوربری کنه با این گزینه سبز رنگ. اگر پشت زمینه عکسمون سفید نباشه این پایین اخطار میاد برامون، ولی عکس رو قبول کرد. خب پایین اسم پدر، اسم مادر با دقت وارد میکنیم با حروف بزرگ. خب میریم برای صفحه بعد. توی صفحه بعد بالا جنسیت رو انتخاب میکنیم. بعد میایم اینجا توی این قسمت وضعیت تحول رو انتخاب میکنیم و اینجا میپرسه که همسر ترک هستن یا فرد خارجی، که ما ترک رو انتخاب نمی کنیم. اگر ترک باشن یس رو میزنیم و اینجا هم ملیت ایران رو انتخاب میکنیم. میریم صفحه بعد. میایم توی این قسمت اطلاعات پاسپورت رو وارد میکنیم. بعد عموما مخصوص پاسپورت، برای اکثر افراد پاسپورتشون به این شکل وارد میکنیم. تاریخ پاسپورت رو اینجا میزنیم، تاریخ پاسپورت که تاریخ صدور انقضاش کی هستش اینجا به دقت نگاه میکنیم و تاریخ رو میزنیم. شماره پاسپورت رو تو این گزینه مینویسیم. کشور صادر کننده پاسپورت رو مینویسیم و مقامی که این پاسپورت رو صادر کرده. صفحه بعد اینجا با همین تیکی که خورده میزنیم بره، یعنی خودمون داریم این رو پر میکنیم. میایم اینجا اطلاعات مربوط به آدرسمون رو باید وارد کنیم. شهرمونه که از کدوم شهر داریم این کار رو انجام میدیم. بعد میایم منطقه‌مون رو انتخاب میکنیم، محله، دوباره اینجا محله، شماره جاده و شماره خیابون، شماره ساختمون و شماره واحد. تو اینجا هم شماره تلفن رو وارد میکنیم، یک ایمیل مینویسیم و تاریخی که توی این خونه ساکن شدیم. خب توی این صفحه اطلاعات تحصیلیمون رو میخواد. نکاتی که قرمز رنگ نیست رو نباید پر کنیم، میزنیم بریم صفحه بعد، نیازی نیست اینجا رو پر کنیم. توی این صفحه درآمدمون رو از ما میخواد که چقدر درآمد داریم. گزینه دوم رو انتخاب میکنم. اینجا منبع درآمد میخواد که از کجا هستش.
من می نویسم که درآمد از ایران هستش و شغل میخواد که حالا چون خانم هستن میزنم خانم خانه‌دار. اینجا هم اطلاعات بیمه رو میخواد که اگر که بیمه سگک ها هستن، شخصی که داره اطلاعات بیمه رو وارد میکنه سگک ها و اکثرا که اوزل سالیک سیگورتا یعنی همون بیمه توریستی انتخاب میکنیم. اسم شرکت رو مینویسیم اینجا، شرکت بیمه‌ای که ازش بیمه گرفتیم و تاریخ بیمه و شماره پلیچه بیمه رو مینویسیم. تو این قسمت شماره پلیچهش هم که هم شماره بیمه نامه میشه. این قسمت ینیلمه هم 0 میزنیم. اینجا اکله رو میزنیم که اضافه بشه، چون 2 ساله میخوان من 2 تا بیمه اضافه میکنم اینجا. بیمه سال دوم رو هم اضافه میکنم. خب بیمه ها رو که اضافه کردیم میریم به صفحه بعد. اینجا ایلری رو میزنم، صفحه بعد. در اینجا این گزینه‌های قرمز رنگی که اومده همه رو باید تیکاش رو بزنیم. اگر که اینا رو تیکای اینا رو نزنید صفحه بعد نمیره. اینا هم حالا چیزایی که هست که مثلا میگم تعهد میدید که بدون داشتن اجازه کار نکنید یا بیمه بگیرید یا اطلاعاتی از این کارهایی که باید انجام بدید. اینجا اینا رو همه رو تیک میزنید که این کارها رو انجام میدم و یه سری کارها رو انجام نمیدم. حالا اینا رو میتونید بعداً با گوگل ترنسلیت خودتون ترجمه کنید. میریم صفحه بعد. اینجا هم کالش ندنی برای چی دارید میمونید این مدت در خاک ترکیه دارین درخواست میدین و میخواین بمونین. خب الان که به صورت توریستی اقامت نمیدن جدید، فقط برای کسایی که تمدید میخوان بکنن انجام میشه یا کسایی که خونه خریدن. حالا من این دوستمون خونه خریده و ترکیه'de taşınmaz mali bulunurlar این رو انتخاب میکنم. درخواست اقامت 2 ساله میدم چون سال دوم هم هستش که تو این خونه هستن و اینجا 2 سال رو میزنم و سال رو هم انتخاب میکنم. تاریخ شروع اقامت رو هم از تاریخی که کیملیک تموم میشه و بیمه گرفتم وارد میکنم و اینجا خودش به صورت خودکار تاریخ انتها رو هم میاره. اینجا تیک اوکودوم آنلادیم میزنم و با این گزینه تماملا میریم به مرحله آخر. توی این صفحه که اومد قسمت راندوو آلیازدیر این رو انتخاب میکنیم و اینجا کد امنیتی رو میزنیم PT. خب اینجا محل راندوو رو انتخاب میکنیم. برای ما چون شهر ازمیره فقط یه دونه بیشتر نیست، ازمیر رو انتخاب میکنیم و اینجا هم تاریخ هایی که حالا ما میتونیم راندوو بگیریم و مراجعه کنیم میزنه. تاریخ مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم، کد امنیتی رو مینویسیم و راندوومون رو به اتمام میرسونیم و تا تو اون تاریخی که هستش حالا با مدارکی که باید به اداره مهاجرت مراجعه میکنیم که من اینا رو هم توضیح میدم که چه مدارکی قراره اداره مهاجرت از شما میخواد، بابت چه راندوویی که داریم میریم. حالا مدارک فرق میکنه. من توی قسمت توضیحات ویدیو این رو مینویسم و اضافه میکنم.